جوانی است که از اروپا بعد از چند سال زندگی به تاجیکستان برگشت، ولی در تاجیکستان چیکار کردن؟ او را به قتل رسانیدن به خاطر ریش داشتنش. به خاطر ریش داشتنش در تاجیکستان چیکارش کردن؟ به قتل رسانیدنش. و این جوان دیگری که به داعش متهم کرده می شود در گرمانیا، به خاطر باز نگشتن به تاجیکستان شکم خود، دست خود، پای خود رو چیکار کرده است؟ بریده است. قریب خودش رو بکشد که او را چیکار کنن؟ تاجیکستان نبرن. تاجیک از وطن خودش اونقدر هراس دارد، ترس دارد که به خاطر نرفتن به تاجیکستان خودش رو، شکمش رو پاک چاک میکنند، میبرد، دستش رو میبرد، گردنش رو میبرد که تاجیکستانش نبرد. حالت تاجیکستان را به کجا آورده رسانده؟ به کجا آمد حالت تاجیک رسید که باید یک تاجیک به خاطر بازگشت به وطن خودش چاک کند، بزند که مرا نبرد دیگر وطن. اوجا نبرد، همون تاجیکستان مرا نبرد. آخه این حالت شرمنده ترین حالت باید در تاریخ تاجیکستان باشد، مردم تاجیک باشد. انسان ها برای وطن رفتن میدونی چقدر باید تلاش کنن؟ به خوشحالی، خرسندی. مردم در گذشته وقتی پدرای ما به خارج می اومدن، در یک لوکیچه که داشتن خاکی وطن قدیشون می بردن که خدا نکرده من در اوجا بمونم، این خاکی وطن با من باشد. امروز بالای خاکی وطن توف کردن. او قدر تاجیک گریزون کردن که به خاطر باز نگشتنی به وطن شکمش رو چاک میکند که دیگه باز نگردونن. او را رگ گردنش رو میزند که او را به تاجیکستان بعد باز نگردوند. ولی این مطلب رو نگاه کنید، این رو ببینید. وقتی که یک بلاگر از خارج کشور میآید، تمام تاجیکستان از خرد جوان میرود در فرودگاه، مرکز و همه جا راه پا میبندند، تمامی ماشین ها رو بسته میکنن، راه ها رو. تو اینه که یک بلاگر رو ملاقات بکنن، تمام امکانات ها رو فراهم میسازن. چرا تاجیک خودمون وقتی که این قدر مبلغ کار میکند به تاجیکستان، با تمامی سختی ها پول روان میکند، باید چنین ملاقات کردن نشود؟ این چگونه خودکشی بیگانه پروری کردن است؟ و خاطر که این بلاگر یک بار بگه که تشکر از رئیس شهر دوشنبه و تشکر از ولی رحمانوف که فلان کارها را ره رو برای ما کردن و ماده ساختن فلان و بیسمه داد. بیاید این مطلب رو، همین خودکشی بیگانه پروری رو از رادیوی آزادی باید تماشا کنیم. ببینید که در تاجیکستان وقتی جوانی که به خاطر بازگشت به تاجیکستان که ریش دارد تاجیک میرود کشته میشود، ولی اصحاب تمایف میرود بارشی خود در تاجیکستان هیچ کس برای او پیک و مودا میکنند، برای او راه را میبندند، برای او صدها تاجیک زخمی میشود، میافتند در زمین میزنند، پا دست لین میشکند. برای یک بلاگر 10,000 نفر جمع می شود، می روند به میدان ها برای دیدن او. ولی برای یک تاجیکستانی که برای مهاجر مهنتی جان میدهد، مانند عزت امان، مانند کرامت شریف و مانند عمر القوت، وقتی که اینا را به تاجیکستان میبرند، یک نفر به در سفارت، یک نفر به در فرودگاه نمی آید. روزی که راه دوشنبه چناق را برای تشکیل چهاربینی تمایف بستند، گلچهره رحیمه و همراه پسر معیوبش از پنجکن برای طبابت گرفتن و پایتخت می‌آمد. وی در منطقه هوشیاری دره ورزاب درمان نمی‌دانست که چرا راه بسته است. عصبانی هم شدم، از ماشین پایان شدم. دو سه کس رو می‌پرسم، حتی راننده که هر روز در این راه هستن از طرف سبب چی باشد که راه بستن. و ما خیلی انتظاری کشیدیم تا امکانی که بود از آب و دارو و دیگر چیزا استفاده بردیم که سعی بودم با کمک کنیم. خلاصه وضعیتی در نظر من خیلی طولانی بود، هرچند یک سال زیادتر آنجا مادر بودیم، در نظر من مثل یک سال چون مادر هستم، اذیتی فرزندم برای من خیلی مشکل بود. پسر 26 ساله گلچهره آموس مغز سر دارد و دست و پای راستش از کار ماندند. و گفته گلچهره ساعتی که در راه درماندن وضع پسرش بدتر شد و افسود اگر میدانست که راه را میبندند آن روز به راه نمیبرآمد. پایگاه بلاگر اصحاب تمایف روز 19 اکتبر در کنار شهر دوشنبه برگزار شد.
یک قسم چهاربینی دیگر که به خاطر این بلاگر تشکیل شده بود در حدود کول دوشنبه در مسیر دوشنبه چنوق صورت گرفت. به خاطر همین چهاربینی راه بسته شد. استقبال از اصحاب تمایف در دوشنبه همانا ادامه دارد. او را به طرفخانه و مغازه ها دعوت و مهمانداری میکنند. دعوت تمایف به تاجیکستان به خاطر تشکیل پایگاه بود یا تبلیغ امکانات سیاحی کشور و مال و خدمت رسانی ها در پایتخت. آمدن نمیدونم که یک بلاگر خارجی که دیگه مخاطبش خیلی زیاد هستند برای خود مردم تاجیک اصلا هیچ، ما اون تشویق میکنه که ما هم دیگه جزء مخاطب اون شویم، جزء پیگرهای بلاگ اون شویم. یعنی که برای خود تاجیکستان، خود مردم تاجیکستان همون شخصیت هیچ معنی ندارد، چون ما تا آمدنی اون شاید که او را نشناسیم. چند جوان هستن که در صفحه‌های نمیدونم که شبکه‌های اجتماعی بار دیدن یا نمیدونم که پیروی میکنن یا که میبینن او را، اما برای اکثر مردم اصلا از اهمیت خالی است، هیچ معنی ندارد. ما بیشتر او را تشویق میکنیم. حالا تا چه اندازه وای و جز همون سپانسرانی که او را آوردن از اونا تشکر میکند و چند جمله خوبی درباره تاجیکستان میگوید و این چه رزونانس داده میتواند برای رشد تاجیکستان، برای پیشرفت تاجیکستان. اینش هم باز یک سوال دیگر ابراهیده است. در سالهای گذشته بلاگران و افراد شناخته دیگر روسیایی کسان حسینوف، اسلام مخرچوف و حبیب نور محمد به تاجیکستان آمده بودند. از آنها نیز در سطح‌های گوناگون استقبال شده بود. زیورشاه محمد میگوید که اگر هدف از دعوت بلاگران معرفی ظرفیت‌های سیاحی و اقتصادی تاجیکستان است، چرا تنها افرادی دعوت می‌شوند که در صحنه‌های پس‌الشوروی معروف هستند و با زبان روسی صحبت می‌کنند؟ دنیا فراتر از اون جغرافیای روسیه هست که امکانیت‌های بیشتر و فراختری دارد. حد مثال که زبان‌های انگلیسی و نمیدونم که حتی همون زبان فارسی خودمون، اما زبان فارسی رو چرا که تشویق نمی‌کنیم که اونقدر اطلاع و نمیدونم که امکانیت‌هایی که برای جوانانی با زبان فارسی می‌دهند و هیچ اندازه زبان روسی داده نمیتواند. اگر که هدف شما معرفی تاجیکستان باشد، پس از همین دایره زبان روسی بیرون شوید. در دایره زبان روسی ما هر قدری که نخواهیم اون خودش تشویق و ترغیب میشود. یعنی که مخاطب روسی ما را به هر راه ما داره. گلچهره رحیم‌آور که همراه پسر بیمارش در راه درمان میگوید که جدا از اذیت ساکنان، تبلیغ پایگاه ماشین ها نامقبول است. دوستان گرامی، همونطوری که شما دیدید در رادیو آزادی، یک مادر به خاطر فرزند بیمارش به بیمارستان میرود و وقتی که در پروکه قرار میگیرد بسیار در حالت سختی فرزندش قرار میگیرد. میگه یک ساعت برای ما عمدتاً نمیفهم چند سال گذشت، بسیار سخت بود، چون دردی فرزند رو دیدن، احساس کردن بسیار سنگین بود. و علاوه بر این دیگر ساکنان، حالا نوارهای گوناگون نشر شده سامانه‌های مجازی که این پروبکا بسیار حالتهای سختی رو به مردم ایجاد کرد و مردم نفس کشیدن نتونستن. یک تعداد انسان‌ها 4.5 ساعت به خاطر سرخوش کردن یک بلاگر یا یک نمیفهم یک خارجی باعث گردید که اونها در همین سختی‌ها قرار بگیرند. شما میدونید برای چی؟ برای اونه که همونطوری که همین کارشناس گفت، تبلیغ فرهنگ روسی، تبلیغ بلاگران روسی زبان چرا باید از دیگرها تشویق نکرد؟ به خاطر کدام بلاگر ایرانی چون این یک کار رو انجام دادن، کدام راهی رو بستن؟ میفهمم چرا باید برای یک بلاگر آذربایجانی که روسی زبان بود، در روسیه تولد شده بود، بزرگ شده بود، برای اون راه رو ببندن؟ چرا برای اصحاب تمایف راه رو ببندن؟ این چگونه راه و کرداری هست که باید در جامعه ما صورت بگیرد؟ مگر ما خودمون نداریم چون این کارهایی را که اگر تبلیغ سیاحی میکنیم امثال این کارها را خودمون انجام بدیم و در جامعه خودمون بتوانیم تبلیغگری آن باشیم؟ چرا باید از یک خارجی استفاده کنیم؟ چرا باید جوانایی که به خاطر وطن باز میگردن کشته شود بارش و یک بلاگر از خارج بیاد بتواند بارش در وطن من و تو آزاد بگردد؟ اگر ریش یک خارجی برای من و تو ضرر نمیرساند، چرا ریش یک تاجیک برای یک تاجیکستانی برای من و تو ضرر برساند؟ وقتی که عقیده و ایمانی یک خارجی به من و تو ضرر به تاجیکستانی من و تو ضرر نمیرساند، چرا باید عقیده یک تاجیکستانی باید ضرر رسان باشه؟ شما میدونید که همین بلاگرانی که بعضی هاش رو دعوت میکنین، نیمش به تمامی همین کسانی که شما در تاجیکستان ممنوع کردید سلفیه با همین ارتباط دارند.
چرا پس اونها رو نمیبرید و ممنوع نمیکنید و به تاجیکستان اجازه میآید؟ چون معین مشخص است که اونها تعریف و توصیف میکنن از خانواده امام علی رحمه الله. این حالتایی است که شما به مردم ما ایجاد کردید. بیایید مثلا چیزی دیگه رو در اینجا ببینیم. در همین حالتی که این قدر بد اخلاقی، بد معاشی در تاجیکستان ما وجود دارد و حکومت ما بالاترین حرفا رو میزند، میگوید ما در بهترین شرایط قرار داریم، در حالی که در همین هفته یکی از اخبارهای نشر شد که مجموعه محصولات داخلی یک کشورها را به سر شهروندان مقایسه میکردند و در تاجیکستان به سر هر یک انسان $1430 به سر هر یک انسان اهالی میون 195 کشور جهان ما قرار گرفتیم. شماری کردن ما در جای 167 قرار گرفتیم، در قطار کره شمالی و نمیفهم کشورهای افریقایی و در کشورهای پسا شوروی در آخرین جا بودیم. قرقیزستان همسایه که کمتر از ما اهالی دارد از ما بالاتر است. ترکمنستان که بدترین حالت شرایط دیکتاتوری دارد از ما بالاتر است. آخی ما چگونه ادعاهای پیشرفت میکنیم که در حالی که تمام آمارهای جهانی نشان میدهد که ما رو به فناییم. 4 تا بلاگری که امروز با قمار برای فند و فریب اومدن مردم را شکمشان رو گویا سیر میکنن که 500 سوم بتیم، من ماشین $10,000 میتیم، خانه $5,000 میتیم. ما پیشرفتی تاجیکستان رو نشان داده رفته شدیم که تاجیکستان پیشرفت کرده است. پیشرفتی تاجیکستان در این نیست